خبرهای اقتصادی امروز 16 ینور در پیام تیوی. کمک‌پولی ها به طبقه نیازمند در تاجیکستان که بر اساس دستور پرزیدنت کشور باید تا آخر سال 2022 عملی میشد، هنوز پورا اجرا نشده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، مکانیزم رساندن کمک‌پولی ها در تمام 68 شهر و ناحیه های جمهوری مورد عمل قرار گرفته است. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام پیشینه‌اش در سال آخر سال 2021 به پارلمان تاکید کرده بود که کمک پولی یک وقتینه باید به نیازمندان تا آخر سال 2022 رسانده شود. رئیس جمهور وعده کرده بود که تا آخر سال 2022 به 475,000 شهروند احتیاجمند کشور از جمله کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، عائله‌های کم بضاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقتینه در حجم 600 سومانی علاوه‌اً پرداخت کرده می شود و رئیس جمهور گفته بود که با این مقصد 285 میلیون سومانی روانه می گردد. اما این وعده هم به نظر می رسد تنها در حال وعده باقی مانده است. کارخانه رساندگی ترکیه و تاجیکستان برای زنان و دختران جایهای کاری پیشنهاد می کند. بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه مسچا درباره با کار تامین نمودن 500 نفر زنان و دختران اعلان نشر کرد. چنین شماره جایهای کاری در کارخانه رساندگی جمعیتی دارای مسئولیت محدودی ارویس زلال تکستیل موجود است. به اطلاع اگنتی، عین زمان کارخانه به 500 نفر رسانده نیاز دارد. معاش از 1300 تا 1500 سومانی را تشکیل می دهد. همچنین دادن خوراک گرم و استفاده رایگان نقلیاتی خدمتی به کارمندان در نظر است. این شرکت حالا مشترک از جانب صاحبکاران ترک و تاجیک اداره می شود. بانک جهانی به مقامات تاجیکستان برای طرح نیروگاه راغون 65 میلیون دلار اضافی اختصاص داد. در این باره چندین رسانه‌های داخلی و خارجی با استناد به دفتر مطبوعاتی بانک جهانی خبر دادند. بنا به خبر، مبلغ برای بهتر کردن نشان دهنده های استوار تکنیکی، اکولوژی و اجتماعی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون استفاده می شود. صاحبکاران تاجیکستان روسیه 3 طرح نوی سرمایه گذاری آینده دار را تهیه می کنند که اجرای آنها دوام سال 2023 پیش بینی شده است. در این باره خبرگزاری تاس با استناد از گفته نماینده تجارتی فدراسیون روسیه در تاجیکستان یوگنی کارینکوف خبر داد. گفته می شود در یک جویگی با نمایندگی تجارتی روسیه لایحه تأسیس مرکز با صورت بخش‌های الکترونیک کارکردی فیتوسانیتری، کارکردی میوه برای استحصال پیکتین و تأسیس کارخانه استحصال پایافزال در نظر است. کارینکوف گفته که در عین زمان شرکت‌های روسی با دستگیری نمایندگی تجاری تمام معلومات ضروری را از مقامات دولتی تاجیکستان جمع‌آوری می‌کنند. به گفته کارینکوف، در 13 سال اخیر حجم سرمایه گذاری از فدراسیون روسیه به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل داده. از این شمار سرمایه گذاری مستقیم بیش از 900 میلیون دلار را تشکیل داده است. نرخ ارز در تاجیکستان کاهش قرب پول ملی سومانی در برابر یورو، دلار آمریکایی و هم روبل روسی مشاهده می شود. طبق جدول نشاندادهای بانک ملی کشور، روز 16 ینور ارزش 100 روبل روسی در بازار ارزی کشور 148 سومانی مقرر شده است. ضمناً یک هفته پیش با نرخ 14 سومانی برای هر 100 روبل معامله می شد. قرب پول اروپایی یورو هم نسبت سومانی بلندتر شد. اگر مثلا روز 9 ینور در مرکزهای صرافی 100 یورو به 1074 سومانی خریده میشد، امروز 16 ینور قرب خرید 100 یورو 1108 سومانی را تشکیل می دهد. به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، در یک هفته اخیر قرب رسمی سومانی در برابر دلار آمریکایی نیز پایین رفته است. قرب 100 دلار آمریکایی برای امروز 1024 سومانی را تشکیل می دهد. این در حالی است که یک هفته پیش 1021 سومانی را تشکیل میداد. نرخ طلا بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1927 دلار و 28 سنت معامله شد. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن 85 دلار و 30 سنت معامله شد.
نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج‌های نیویورک $79.89 معامله شد.